امروز با این موادی که اینجا میبینی قراره این خورشت کدوقوره خوشمزه رو درست کنیم. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ من کمندم، با آشپزخونه دوستم خوش اومدین. من خونه خودم نیستم، تهرانم، اومدم خونه مردم آشپزی. و البته اینا خیلی خوشحالن که قراره من براشون آشپزی کنم. فقط یکم شاید ناراحت باشن که غذا رو به جای ساعت 12 قراره 6 بخورم. چیزی نیست که یه نهار دیر بشه. من امروز رفتم تره بار این نزدیکی‌ها و دیدم هم قوره داره هم کدو. گفتم چی بهتر از خورشت کدو قوره، ولی گفتن کدو قوره خیلی برام سخته، بهش میگم خورشت قوره از این به بعد. خوشبختانه امروز از این کدو فینگیلیا پیدا کردیم که خیلی خوبه، میتونیم همینجوری حلقه حلقش کنیم، درشت بریزیم توی غذا و اینجوری از هم ور نچلسه. خب با حلقه حلقه کردن کدوها شروع میکنیم. یه غیر میکنم خداش اینجا تمیز کرده. خب میخوایم این دوتا حب سیر رو حلقه حلقه شون کنیم. شما میتونید ریزش هم بکنین، خیلی چیز خاصی نیست. من ولی دوست دارم که توی غذا این حلقه های سیر دیده بشه. خب ما اول میخوایم سیر رو یکم تفت بدیم. یه تفت کوچولو بخوره کافیشه. نمیخوام کاملا سرخش کنم، میخوام توی اون خورش بپزه. گوجه ها رو میریزم، پیاز رو سرخ کردن میریزم روش، یه زردچوبه بهش میزنم با فلفل. همینجوری که داره تفت داده میشه این ادویه هم یه دور تفت میخوره. خب ما پوست هویجم میکنیم و بعدش نگینه خوردش میکنیم. چون این غذا هم قوره داره هم رب انار، من این هویج رو میخوام بهش اضافه بکنم که یکم با شیرینیش طعم این خورشت رو یکم متعادل تر بکنه. ولی ما کلا اینجا هممون غذای ترش دوست داریم. شما میتونید یا مقدار هویجش رو بیشتر کنید اگر که خیلی غذای ترش دوست ندارید، یا خب مثلا رب انارش رو کلا حذف بکنید. بهش هویج اضافه میکنیم. من این وسط رو میخوام یکم خالی کنم که رب رو توش تفت بدم. این رب خوشگل رب خونگیه. یکم هم رب انار بهش میزنه. من برای تزیین آخر کار یک چند تا از این گوجه ها همین الان جدا میکنم. کدوها رو برمیگردونم تو مایتابه، قوره ها رو میریزم که یه تفت ریز بخورم. چه خوشگل شد. نمک میزنم، کمی دیگه زردچوبه و این پیاز سرخ کرده ها رو هم همشو دیگه میریزم. خب آبم میریزیم. یکم که گذشت بعد بهش زعفرون هم اضافه میکنیم. نوبت سالاد خیاره. واسه این سالاد خیار خوشمزه ما لازم داریم که خیارا رو به این شکل در بیاریم، خیلی نازک و این شکلی. خب چی کار میکنیم؟ تا حد ممکن خیارای صاف انتخاب میکنیم موقع خرید و اینکه میایم دوورش رو جدا میکنیم. بعد من میخوام وقتی که دارم کار میکنم با این خیار، خب اینجوری قل نخوره. من با پوسکن اینو به این شکل در آوردم، میخوام قل نخوره، به خاطر همین همون اولش یه دوری این شکلی میکنم، پوست خیار رو میخورم، یکی هم بالا. حالا ما میخوایم با این پوسکن خیار رو ورقه ورقه کنیم. ببین اینجاشو دیدی صاف بریدی، این پوسکنه باید بیاد اینجا یه ضخامتی رو در بر بگیره. خب
اینو که گرفت تا اینجا که آوردی، بعد از این ور نگه دار ببر تا ته. ببین یه دونه لایه خیلی نازک بهت میده. یه بار دیگه اینو میبریم ببین اینجا گیرش میدیم، بعد میکشیمش. من میبرمش اینجا گیرش میدم، یکم که اومد این ور خیار رو میگیرم، جدا شد. حالا برای اینکه این یکم راحت تر خورده بشه تو چنگال، یعنی به فرمت از این ماکارونی درازا نزدیک تر بشه، من یه دور از وسط هم نصفش میکنم. کاملا میتونین این کار رو نکنی، من احساس میکنم این شکلی راحت تره. ببین به چی رسیدیم. من نصفش رو درست از وسط نکردم، یه سریش خیلی نازکن، یه سریش خیلی کلفتن. اشکال نداره. خب اینو از وسط نصفش میکنیم، دوباره سعی میکنیم این دفعه واقعا 1/2 بشه، نسبتا 1/2 شد. حالا طوری هم نیست. ما اینجا 4 نفریم دیگه، فکر میکنم این کافی باشه. خب این خیارا آماده شد. حالا من برای اینکه یکم میدونی حالت شلتری پیدا کنه، خیلی راحت نشکنه، بهش نمک میذارم یکم آبش در بیاد. یکم نمک میزنم، بعد اینجوری ماساژش میدم. خب خیارا رو نمک زدیم و اینجا گذاشتیم تا آبش در بیاد. میخوایم بریم سس سالاد آماده بکنیم. خب من اول یکم گردو میخوام خورد بکنم. یکم بهش زست لیمو اضافه میکنیم. چه خوبی داره. خب من میخوام بهش یه کوچولو آب لیمو هم اضافه کنم. این لیموی بدبختو اینجوری فشارش میدم که پالپاش بتر که ترکیدی. ایشالله که ترکیده. خب دستمو خوش میکنم. خب یکم نعنا اضافه میکنی، یکم عسل، پودر سیر، میخوای بیفتی؟ خسته کردی منو. فلفلم میریزیم. گفتم که ربع انار میریزیم، توش ربع انار یا قاشق ربع انار میریزیم. من فکر کنم ریختم فیل نگرفتم. هم بزنیم یه کوچولو آب. یکم تیستش کنم. خوشمزه شده. خدا شکر. خیلی خوشمزه است. اوه چه آبی ازش در اومده. خب دوباره اینجا شما یه بار دیگه ماساژ بدم. نکنه اینا کم باشه واسمون. یکم بیخیار درست کنم. یکم کرانچش، اون حالت کرانچی خیار احتمالاً 2 دست میشه، ولی فکر کنم بهتر از اینه که کم بیاد. خیلی خوشمزه است. صداش خوب بود. صداش خوب. نایس.
وقتی دارم میارم اینجا این هنوز قلقل میکنه، بعد یکم بیا نزدیک. خب اصلا برای من زیاد بریز. باش. برای تو. اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره. خداحافظ.